ادامه می‌دهیم به حل کردن مسئله‌های خطی المپیادای صنف‌های 7 و 8 ناحیه سینا از فن فیزیک. مسئله سومش را می‌بینیم. اتومبیل مسافت بین شهر دوشنبه و ناحیه همدانی را که به 190 کیلومتر برابر است تعیین نمود. مسافتی که در اینجا به ما داده شده است به 190 کیلومتر برابر است. مسافت ما 190 کیلومتر. سوال اول، سرعت اتومبیل را به سوال‌ها را رقم گذاری کنیم. 1 2 3 4 سوال داریم. سوال یکم، سرعت اتومبیل را با مترها بر ثانیه یابید اگر آن این مسافت را در 3 ساعت طی کرده باشد. سرعت اتومبیل را با مترها در ثانیه متر تقسیم ثانیه یابید اگر آن مسافت را در 3 ساعت طی کرده باشد. یعنی سرعت اتومبیل را یابید در 3 ساعت. سرعت میانه اتومبیل را البته ما میابیم از فرمول سرعت استفاده میبریم که این برابر است به s تقسیم t، یعنی مسافت تقسیم وقت و قیمت های عددی را با مترها و ثانیه ها میگذاریم. 190 کیلومتر رو به متر میگردونیم از بس که 1 کیلومتر 1000 متر است. 190 کیلومتر میشود 190,000 متر. 3 ساعت رو به ثانیه میگردونیم از بس که 1 ساعت 3600 ثانیه است. 3 ساعت میشود 3 ضرب 3600، این میشود 10800 ثانیه. و در اینجا قیمت های عددی رو میگذاریم که 190,000 اسیمو میشود 190,000 متر، تیمو میشود 10800 ثانیه. در اینجا دو 100 با 100 اختصار میشن، یعنی 0 ها میروند، میشود 1900 تقسیم 108. حاضر میبینیم 1900 یا که 190,000 تقسیم 10800، این میشود تقریبا 17.6 تقریبا 17.6 متر تقسیم ثانیه. یعنی گفته است که با مترها بر ثانیه یابید. اگر میگفت با کیلومترها بر ساعت، ما 190 رو بر 3 تقسیم میکردیم، جواب ما 63 و از 10 3 میبرم، تقریبا 63 و 133 کیلومتر بر ساعت میشود. اما در اینجا کیلومتر، اما با مترها بر ثانیه گفته است که این به 17 و از 10 6 تقریبا متر تقسیم ثانیه برابر است. بله، این نقطه اول مسئله بود که ما سرعت رو باید با مترها بر ثانیه یابیم. قسم دوم شرط مسئله سوال دوم، یعنی سرعت میانه اتومبیل را یابید اگر مسافت 100 کیلومتر اول رو اتومبیل در 1 ساعت طی کرده، قسم باقی مانده راه رو در 2.5 ساعت طی کرده باشد. یعنی که اول 100 کیلومتر اول رو S1 برابر است به 100 کیلومتر در 1 ساعت، T1 برابر است به 1 ساعت. قسم باقی مانده یعنی از 190 S2 میشود 90 کیلومتر در 2.5 ساعت طی کرده است. در 2.5 ساعت طی کرده است. و سرعت میانه اتومبیل رو میابیم از فرمول سرعت میانه استفاده میبریم. حل. سرعت میانه برابر است به تمام راه، یعنی S1 جمع S2 که این به 190 کیلومتر علاقه برابر است، تقسیم تمامی وقت T1 جمع T2. تمام راه ما علاقه معلوم است 190 کیلومتر، تمام وقت ما این میشود 2.5 ساعت جمع 1 ساعت 3.5 ساعت. پس 190 رو تقسیم 3 و از 10 5 میکنیم، این میشود 54 و از 10 3 تقریبا 54 و از 10 3 کیلومتر تقسیم ساعت. میبینیم که در اینجا از ما سرعت میانه رو با کدام واحد پرسیده است. سرعت میانه اتومبیل رو یابید گفته است، یعنی نگفته است که با کیلومترها بر ساعت یا اینکه مترها بر ثانیه. پس ما با هر دویش میابیم، این رو به متر تقسیم ثانیه هم میگردونیم، برای این به 3 و از 10 6 تقسیم میکنیم که این میشود تقریبا 15 و از 10 1 تقریبا 15 و از 10 1 متر تقسیم ثانیه. شرط سوم مسئله میگوید که اگر همزمان دو ماشین، یکی از دوشنبه با سرعت 80 و دیگرش از همدانی با سرعت 110 به حرکت شروع کنند، آنها بعد چند وقت وا میخورند. در اینجا
менависем. سیوم شرط یعنی همین مسئله. یکی با سرعت 80 کیلومتر تقسیم ساعت، دیگری با سرعت 110 کیلومتر تقسیم ساعت به حرکت شروع کنند. بعد چقدر وقت وا میخورند؟ بینید که از فرمای سرعت استفاده میبریم. S تقسیم T. از اینجا T رو میابیم. از اینجا وقتی واخوری برابر میشد به مسافه بین ماشین ها تقسیم سرعت نسبی آنها. از بس که آنها با مقابل یکدیگر حرکت میکنند تیزتر به همدیگر میرسند در وقت کمتر، یعنی پس سرعت نسبی آنها این میشود V1 جمع V2. این برابر است به مسافه ما 190 کیلومتر تقسیم V1 جمع V2 هم میشود 190 کیلومتر تقسیم ساعت. یعنی آنها بعد یک ساعت اون که بر راه میبرایند، اگر آنها در یک وقت بر راه برآمده باشند، بعد یک ساعت اون که بر راه میبرایند به یکدیگر وا میخورند. اکنون چهارم نکته مسئله میگوید که از شرط 3 استفاده برده معین کنید که آنها در کدام مسافه از شهر دوشنبه با هم وا میخورند. ببینید که از شهر دوشنبه ماشینی که با سرعت 80 برآمده است، انا همون، یعنی که ماشینی که سرعتش 80 است، انا همون ماشین از شهر دوشنبه میبراید. بعد یک ساعت آن ماشین دویونگی رو که از ناحیه همدانی برآمده بود با سرعت 110 وا میخورد. ماشینی که از شهر دوشنبه برآمده بود بعد از یک ساعت ماشین دویم رو وا میخورد. سرعت انا همین ماشین 80 است. پس می نویسیم که مسافه از شهر دوشنبه این برابر است به ماشینی که از انا همون شهر برآمد، اون V1 است. V1 ضربی وقتی واخوری. این می شود که 80 کیلومتر تقسیم ساعت ضرب 1 میشود 80 کیلومتر. 80 ضرب 1 80. یعنی که ماشین ها در مسافه 80 کیلومتر از شهر دوشنبه و در مسافه 110 کیلومتر از ناحیه همدانی به همدیگر وا خوردند. این چهارم قسمی مسئله. این بود مسئله سیوم. این بود مسئله سیوم المپیاد است.